بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، در نخست تشریف آوری همه نمایندگان ویژه و سفیران و نمایندگان کشورهای منطقه را به نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان خیر مقدم عرض می دارم. یک تشکری خاص از نمایندگان ویژه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین که با وجود خرابی هوا سفر نمودند و در این نشست حضور به هم رساندند. امیدواریم با استفاده از این فرصت بحث‌های سازنده داشته باشیم تا راه را برای بهبود و توسعه هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه هموار سازد. حاضرین گرامی، هدف اساسی برگزاری نشست امروزی در شهر زیبای کابل بحث و گفتگوی پیرامون شکلگیری روایت منطقه محوری به هدف توسعه همکاری‌های منطقوی برای تعامل مثبت و سازنده میان افغانستان و کشورهای منطقه است. همچنان امیدوارم با استفاده از این موقع ما و شما جمعاً روی استفاده از فرصت‌های به وجود آمده در افغانستان پس اشغال و جنگ گفتگو نماییم. همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند متمرکز بر موارد عمده ذیل باشد: بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای، ایجاد روایت منطقه محوری برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت افغانستان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوه در منطقه، تلاش برای اتصال نرم و اتصال سخت که منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای به نفع تمام مردمان منطقه من خواهد شد. همصدایی در برچیدن تحریم‌های یکجانبه علیه منطقه و به خصوص افغانستان و احترام گذاشتن به انتخاب‌های مدل توسعه بومی و سنتی و شیوه‌های حکومتداری همدیگر. حاضرین محترم، در مدت زمان کمتر از 2.5 سال که امارت اسلامی افغانستان زمام امور را به دست گرفته است، تعاملات خوبی در عرصه‌های توسعه تجارت و ترانزیت منطقوی با کشورهای منطقه و همسایه داشته ایم، چیزی که به دلیل جنگ‌های تحمیلی و ناامنی در افغانستان برای دهه‌ها یک رویا بود. از یک سو با پایان اشغال 20 ساله و در مجموع جنگ 45 ساله افغانستان و ختم جنگ و خونریزی و شکلگیری یک حکومت مستقل مرکزی و از سوی دیگر نوع نگاه منطقه محوری امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت اصل اقتصاد محوری در نظر سیاست خارجی حکومت افغانستان که متکی بر اتصال منطقوی می باشد، زمینه خوبی فراهم گردیده است تا در همکاری با کشورهای منطقه به ایجاد یک روایت منطقه محور روی منافع مشترک کار نماییم، همچنان با تهدیدهای بالقوه مبارزه نماییم. افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است، به هیچ صورت نمی‌خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می باشد. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کار مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد. سیاست حکومت افغانستان در جریان کمتر از 2.5 سال گذشته نشان داده است که افغانستان نوین منافع خویش را با منطقه در یک سازوکار بربرد تعریف می نماید و پیشنهاد می نماید
تا همه بازیگران به نفی نوع نگاه حاصل جمع صفر روی قاعده بازی برد و همکاری مشترک سرمایه گذاری نماییم. مطمئنا در مدت زمان حکومت امارت اسلامی افغانستان ثابت گردیده است که نگاه منطقه‌ای بر اساس اتصال اقتصادی در محوریت منطقه یکی از پایه‌های اساسی سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان را تشکیل می‌دهد. این تنها شعاری نیست، بلکه باور داریم که پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه با همدیگر رابطه قوام گونه دارد. این وابستگی اقتصادی ایجاب می نماید تا کار مشترک در منطقه را هرچه بیشتر گسترش دهیم. ایجاب می نماید که کشورهای منطقه در هماهنگی و همکاری مثبت و سازنده با امارت اسلامی افغانستان از یک سو جلوی احتمال بروز وضع نامطلوب در منطقه را بگیرد و جانب دیگر در مرحله پس از جنگ از فرصت‌های اتصال منطقه‌ای و افزایش تعاملات منطقه محور را به حیث هدف اساسی استفاده نماید. امارت اسلامی افغانستان و منطقه می تواند از طریق ایجاد روایت تعامل محور و سازنده در همه عرصه ها برخلاف روایت تعامل گریز و ناسازگار جهات تهدیدهای احتمالی را کاهش داده و از فرصتهای نوین استفاده بهینه نماید. حاضرین محترم، می خواهیم با استفاده از این فرصت پیامی واضح و روشنی خدمت شما عزیزان داشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدل‌های توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارند. پس از 20 سال مبارزه برای آزادی و اقامه نظام اسلامی و اقامه نظام اسلامی امروزه ما سرنوشت خویش را به دست خود رقم میزنیم. تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان کارساز ثابت شود. در جریان نزدیک به نیم قرن سالهای جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان دیده شد که طرح‌هایی که از بیرون به افغانستان وارد شد هیچ درد مردم افغانستان را مداوا نساخت. چه طرح‌های کشورها بوده و یا هم سازمان‌های بین المللی و یا هم طرح‌های پرستاده‌های خاص، نسخه‌های بیرونی که تحت هر نام و نشانی ارائه شده اند نتیجه معکوس داشته است. همچنان طرح‌های سازمان ملل متحد نیز که در جریان کارپرستاده‌های مختلف ارائه شدند متاسفانه نتیجه جز جنگ، بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است. بنابراین با توجه به درس‌های تاریخ نباید تجارب تلخ گذشته تکرار شود. امروزه افغانستان پس از حد اقل 2 دهه مبارزه و قربانی مردم افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، آزاد، امن و دارای حکومتی است که می تواند به نمایندگی از افغانستان روی تمام مسائل ذی علاقه با منطقه و جهان کار نماید. افغانستان به حیث کشوری که منازعه تحمیلی طولانی را پشت سر گذاشته است و به صلح، امنیت و ثبات دست یافته است، نیازمند نماینده خاص دیگر ملل متحد و ماموریت جدید در موجودیت یوناما نیست، بلکه همین حکومت آماده است و ظرفیت هم دارد تا روی مسائل مشترک و نگرانی‌ها با جهات‌های منطقه‌ای و بین المللی گفتگو نماید. با استفاده از فرصت
از این جمع خواهشمندیم که در نشست آینده دوحه واقعیت‌های عینی افغانستان امروزین را به سم جهت‌های دور برساند تا باشد با رویکردی واقع بینانه، معقول و قابل قبول برای افغانستان و راه وارد تعامل و همکاری سازنده شود. باید یادآور شد که افغانستان با هیچ جهتی خواهان تقابل و جدال نیست، بلکه همواره روی تعامل مثبت تاکید داشته است. پس از نزدیک به نیم قرن تجاوزات، مداخلات و حرج و مرج و بی‌ثباتی، خوب است بالاخره به یک حل بومی برای مسائل فرصت داده شود. حل بومی برای مسائل فرصت داده شود. کارکرد کمتر از دو سال و نیم گذشته امارت اسلامی افغانستان با وجود تحریم‌های نامشروع و یک جانبه و برخلاف برخی پیشبینی‌های منفی خیلی خوب بوده است. در این مدت زمان افغانستان توانست ساختار حکومتداری را سر و سامان دهد، نیروهای سیگانه امنیتی را تنظیم بخشد، تهدیدهای ملی و منطقه‌ای از سوی گروه فتنه‌گر را خنثی سازد، کشتی مواد مخدر را ممنوع نماید، ماشین اقتصادی کشور را متحرک سازد، پروژه های بزرگ انکشافی را آغاز نماید و گام های عملی را برای رونق بخشیدن تجارت و ترانزیت منطقه‌ای بردارد. حضار گرامی، می خواهیم واضح نماییم افغانستان مانند هر کشور دیگر مشکلاتی نیز دارد. یک کشوری که نزدیک به نیم قرن امواج تهاجمات و مداخلات بیرونی و جنگ‌های داخلی بوده است. نمی شود با تمام مشکلات در مدت زمانی کوتاه راه حل یافت. با وجود آن امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا به مشکلاتی که بخش بزرگی آنها میراث گذشته است راه حل جستجو نماید. با استفاده از این فرصت و ابتکار و همچنان از طریق باقی مکانیزم‌های منطقه‌ای مانند نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و فرمت مسکو، امیدواریم با تقویت یک اجماع منطقه‌ای موفق شد که در آن منافع همه بازیگران منطقه حفظ گردد. در چارچوب همچون یک اجماع منطقه‌ای می توان زمینه برای یافتن مکانیزم‌های تشویقی برای نیل با توافقات موضوعی که منافع مشترک را تضمین می نماید مساعدت ساخت. مهمانان گرامی، امروزه در منطقه مشترکمان ظلم و جنایتی که علیه مردم بیگناه و بی‌دفاع فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی در جریان است، جای بسا تعصب بوده و مایه نگرانی جدی ماست. من بار دیگر ضمن محکومیت شدید این جنایات یک بار دیگر بر جامعه بین المللی صدا می‌کنیم تا مشترکاً جلوی این مظالم وحشانه و نسل‌کشی مردم مظلوم فلسطین گرفته شود و حقوق حقیقی مردم فلسطین تامین گردد. در پایان یک بار دیگر اشتراک کنندگان این نشست را خوش آمدید گفته و امیدواریم که بحث‌ها و گفتگوهای مفید داشته باشیم و من الله توفیق.